خب حاج آقا چند وقتی در رابطه با استیضاح آقای همتی داره بحث میشه و میگن استیضاح ایشون گناه کبیره است. بله. این منبعش اصلا شاید این استیضاح ایشون دلیل منطقی و علمی و اقتصادی باید داشته باشه، چه ربطی به حکم شرعی داره؟ نه نگاه کنین، اتفاقا در همین رابطه ما یک مناجاتی داریم به نام مناجات همتیه که در جلد 154 بهار آمده. 154 110 جلد بیشتر نداره به حال انوار. من این تازه خدا بیامرز مجلسی یادش رفته که نوشته، ولی نوشته خب که اتفاقا سندش هم معتبره، از برادرزاده شمعون یهود آمده، در وصف حال آقای همتی آمده و این تایید میکنه که گناه کبیره. حالا ما بخشی از فرازر اگر اجازه بدین برای شما اینجا مخوانم که بفهمین که میگه که یا عبد الناصر الهمتیه یا سابق بانک مرکزیه انت سابق هر گندی زدیه قال فی مناظرات انتخاباتیه انا از مشکلات بریه ثم الفساد اقتصاد حسن روحانیه یا ناصر الان وزیرو ای ملت دست اسیرو یا ناصر عبد الصغیرو ای کرده ما را فقیرو یا پرسشون خبرنگار من قیمت و سکه دلار یا پاسخون بس ماندگار اصلا وزیرون هست شکار کل مشکلاتون با فرزینه که الان رئیس بانک مرکزینه. آقای عزیز ایشون وقتی خودش رئیس بانک مرکزی بود میگفت تقصیر دولت و وزیر اقتصاده، الان خودش وزیر اقتصاد شده میگه تقصیر بانک مرکزیه. اصلا ایشون کیه؟ چی کار است؟ انتبه من اصلا بخشی از فراد میگه ایشون کلا کارش همینه، هر جا هست رو اقتصاد بشینه. آقا اصلا چرا ایشونو استیضاح نمیکنن؟ اوج فراز اتفاقا همینجیه که توضیح میدم. میگه که یا محصول وفاق ملیه یا اقرأ فاتحه بپول ملیه یا مستهزئون همتیه فی برهه حساس کنونیه استیضاح همتی شرعا عرفا بصلاح نیه استیضاح او باعث خشم الهیه. خدای توبه یعنی باعث خشم الهی میشه. اصلا نگاه بلاها بر ما، اصلا نگاه روایت داریم برادرزاده شمعون یهود موثقن. بله بچه ما که مثل ما کل انگلیسی ها ما رو قبول دارن دیگه، ما مناجاتی که میارم دقیقه از انگلیسی ها. بریم برگردیم در خدمتتون هست.